سرخط خبرها. پیام جدید معاون اقتصادی ریاست الوزراء به جهان. ملا عبدالغنی برادر میگوید که افغانستان امن برای جهان فرصت است نه تهدید. نگرانی طاق تجارت و سرمایه گذاری از مسدود ماندن گذرگاه ها. خانجان الکوزی خواستار سرگیری فوری روابط تجاری میان کابل و اسلام آباد شد. راکړه ورکړه د تجارت لپاره خپلمنځي دا کامیران ودرېد د میاشتې تقریبا 200 میلیون ډالر کېږي چې دا ټول خپل ضرر دی. رشد تجارت کشور در سال گذشته میلادی. وزارت صنعت و تجارت مجموعه صادرات و واردات در این سال را بیش از 13 میلیارد دلار اعلام کرد. 807 میلیون دلار صادرات و 12 میلیارد و 125 میلیون دلار هم واردات بوده است. و ادامه زورگویی و تهدید ترامپ علیه کشورها. رئیس جمهور امریکا کلمبیا کشوری در همسایگی ونزوئلا را به سقوط تهدید کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز دوشنبه 15 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 جنوری 2026 میلادی. به شروع خبرها. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم در قندهار قدرت سیاسی کنونی در افغانستان را ثابت و متعادل دانست و گفت که جریان‌های موازی سیاسی و جهت‌های مخالف در برابر تصمیم ملی اکنون در کشور از بین رفته است. او در این مراسم از کشورها خواست که در چارچوب مشارکت فعال منطقه‌ای و بین المللی از ظرفیت بالقوه و اراده قوی امارت اسلامی به گونه مناسب استفاده کنند. او تاکید کرد که افغانستان امن از نگاه اقتصادی و سیاسی برای همه کشورها یک فرصت بزرگ است و هیچ کس نباید فرصتها را به تهدید تبدیل کند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره طاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواستار از سرگیری فوری روابط تجاری میان کابل و اسلام آباد شده است. او با اشاره به قطر روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان میگوید که ادامه توقف تجارت میان کابل و اسلام آباد به زیان هر دو کشور است. گزارش از اناهیت اندر. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشاره به قطع روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان خواستار از سرگیری فوری روابط تجاری میان کابل و اسلام آباد شده است. الکوزی میگوید که در پی مسدود شدن مسیرها حدود 10 تا 15 هزار لاری ترانزیتی در دو سوی خط فرضی متوقف ماندند. او در گفتگو با خبرگزاری آفاق افزود که حجم تجارت ماهانه میان افغانستان و پاکستان به 200 میلیون دلار میرسید و توقف تجارت را به زیان هر دو کشور دانست. و همچنین گفت که تلاش‌های بخش خصوصی افغانستان و پاکستان برای بازگشایی این مسیرها ادامه دارد و ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها به نتایج ملموس برسد. په دې کې دواړو ملکونو ته لویه خساره رسیږي ځکه چې موږ د کال 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې راکړه ورکړه لرو تجارت لرو خپلمنځي دا کامیران ودرېدو د میاشتې تقریبا 200 میلیون ډالر کېږي چې دا ټول خپل ضرر دی او همدارنګه زموږ ترانزیت تقریبا د 10,000 د 15,000 پورې لارۍ په کراچۍ کې یا په لارو یا د بندرونو په اخوا او دېخوا ولاړې دي. با این حال کمیته مرکزی حزب عوامی نشنل در نشست بر ضرورت حل مسائل میان افغانستان و پاکستان از راه گفتگو و تفاهم تاکید کرده و گفته که جنگ راه حل نیست. این حزب با اشاره به زیان اقتصادی پاکستان خواستار بازگشایی فوری مسیرهای تجاری با افغانستان شده است. در این نشست تنش‌های جاری میان کابل و اسلام آباد تهدید جدی برای امنیت منطقه نیز دانسته شده است. هر دو طرف یعنی حکومت پاکستان و حکومت افغانستان از ملامتی سلامتی دو طرف بگذارند، منافع مردمان دو طرف محترم بشمارند و روابط تجاری، روابط تبادلاتی، روابط ترانزیتی، روابط ترابری را عادی بسازند. همزمان با این شمار از آگاهان مسائل اقتصادی مسدود ماندن راههای تجاری را به ضرر هر دو کشور می‌دانند و میگویند که افغانستان میتواند راههای بدیل پاکستان را پیدا کند. افغانستان کولای شي چې
خپل اتکا په پاکستان باندې صفر ته ورسوي او له نورو هیوادونو سره خپل اړیکې پیاوړې کړي او هغه ضرورتونه چې افغانستان لري یا په کور دننه تولید کړي او یا هم له نورو هیوادونو څخه ترلاسه کړي. گفتنی است که مسدود ماندن گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان در نزدیک به 3 ماه نه تنها تجارت و ترانزیت میان دو کشور را متوقف کرده بلکه زندگی هزاران تن به ویژه دانشجویان و مسافران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده که با وجود چالش‌ها در مسیر تجارتی، تجارت افغانستان در سال گذشته میلادی رشد داشته است. سخنگوی وزارت میگوید که مجموع صادرات و واردات کشور در این سال به 13 میلیارد و 932 میلیون دلار رسیده است. وزارت صنعت و تجارت میگوید که با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها در مسیرهای تجارتی، تجارت افغانستان در سال 2025 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. سخنگوی این وزارت میگوید که مجموع ارزش صادرات و واردات کشور در این سال به 13 میلیارد و 932 میلیون دلار رسیده است. به گفته وی از این میان صادرات 1 میلیارد و 807 میلیون دلار و واردات 12 میلیارد و 125 میلیون دلار بوده است. صادرات و واردات به ارزش مجموعی 13 میلیارد و 932 میلیون دلار بوده که از این میان 1 میلیارد و 807 میلیون دلار صادرات و 12 میلیارد و 125 میلیون دلار هم واردات بوده است. در بخش صادرات بیشترین بازارهای افغانستان شامل هند، پاکستان، ازبکستان، امارات متحده عربی، قزاقستان، ایران، ترکیه، چین، عراق و تاجیکستان است. در اقلام صادراتی افغانستان شامل انجیر، کشمش، هنگ تخم هنگ، زغالسنگ، پنبه، خس‌باب، پسته، بادام، زعفران، زردآلوی خشک، زیره، سیب، انگور، بادمجان رومی، ماش، نوشابه‌های انرژیزا، سنگ‌های معدنی، قالین و گلیم، جلغوزه سیاه و انار بوده است. آگاهان مسائل اقتصادی نیز میگویند که این آمار نشان میدهد که با وجود مشکلات تجارت افغانستان روند رو به رشد را پیموده است. در صورتی که صادرات کشور افزایش پیدا بکنه و بیلانس تجارتی ما به حداقلش برسه، این سبب از این خواهد شد که هم رشد اقتصادی را به بار بیاره و هم بتونه فرصت‌های شغلی را ایجاد بکنه و هم بتونه که از خروج ارز به بیلانس کشور جلوگیری بکنه. بر اساس آمار وزارت صنعت و تجارت در سال 2024 تجارت افغانستان به ارزش 12 میلیارد و 422 میلیون دلار بوده که از این میان 1 میلیارد و 803 میلیون دلار صادرات و 10 میلیارد و 619 میلیون دلار واردات بوده است. و در خارج از کشور، پس از بازداشت رئیس جمهور ونزوئلا، اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا کلمبیا کشور در همسایگی ونزوئلا را به سقوط تهدید کرد. ترامپ گفت که باور دارد حکومت کوبا نیز به زودی سقوط خواهد کرد. دو روز پس از حمله نظامی امریکا به ونزوئلا و بازداشت رئیس جمهور این کشور با همسرش، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همتای کلمبیایی خود را تهدید کرد و گفت که حکومت کوبا به زودی سقوط خواهد کرد. ترامپ اعلام کرده که انجام یک عملیات نظامی با تمرکز بر کلمبیا قابل بررسی است و رهبر کوبا را شخصی بیمار توصیف کرد. رهبر کلمبیا هم بسیار بیمار است. این کشور توسط مرد بیمار که دوست دارد کوکائین بسازد و آن را به امریکا بفروشد اداره می شود. او مدت زیاد این کار را انجام نخواهد داد. ترامپ پیشتر در پاییز گذشته گوستاو پترو را به دلیل مهار نکردن قاچاق مواد مخدر و اجازه دادن به رشد کارتل‌ها تحریم کرده بود. ترامپ تنها با تهدید رهبر کلمبیا اکتفا نمی‌کند. او به رئیس جمهور موقت ونزوئلا هشدار داد که اگر کار درست را انجام ندهد با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهد شد. افزون بر این، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز تاکید کرده که ایالات متحده در حال جنگ با ونزوئلا نیست، بلکه اقدامات این کشور متوجه سازمان‌های قاچاق مواد مخدر است. ما در حال جنگ با کارتل‌های مواد مخدر هستیم، نه جنگ علیه ونزوئلا. واشنگتن در چارچوب قوانین امریکا تحریم‌های نفتی را اجرا می‌کند، نهادها را تحریم می‌کند، از مسیر قضایی حکم جلب می‌گیرد و قایق‌های حامل نفت و مواد مخدر را توقیف می‌کند. این در حالی است که دولت کلمبیا بیش از 30,000 نیروی نظامی را در طول مرز خود با ونزوئلا مستقر کرده که هدف آن حفظ امنیت مقابله با تهدیدات گروه‌های مسلح غیر قانونی گفته شده است. وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرده که نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با تحریکات احتمالی امریکا به حالت آماده باش درآمدند. آگاهان روابط بین الملل نیز در واکنش به اقدامات رئیس جمهور امریکا میگویند که ترامپ با استفاده از زور حاکمیت کشورها را نقض میکند که این کار سبب تضعیف نظم جهانی شده و بحرانهای منطقه‌ای را تشدید میکند.
و نیکولاس مادورو رئیس جمهور بازداشت شده ونزوئلا با چه اتهامات در دادگاه مواجه است؟ در گزارش از آناهیتا اندر. نیکولاس مادورو رئیس جمهور بازداشت شده ونزوئلا امروز در یکی از مهمترین و جنجالی ترین پرونده های جنایی سیاسی در برابر یک قاضی فدرال در دادگاه منحتن نیویورک محاکمه می شود. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، مادورو با مجموعه از اتهام های سنگین از جمله تروریسم مرتبط با مواد مخدر، توطئه برای قاچاق کوکائین به ایالات متحده و در اختیار داشتن سلاح‌ها و تجهیزات تخریبی روبرو است. اتهاماتی که پیشتر از سوی مادورو رد شده بود. در اسناد قضایی آمده است که مادورو و چند مقام ارشد دیگر از سال 1999 با کارتل‌های بین المللی مواد مخدر از جمله سینالوا و زتاس در مکزیک و گروه‌های در کلمبیا و ونزوئلا همکاری داشتند. اصلي هدفونه دا دي چې دوی غواړي نفوذ او کنټرول ولري. یعنی امریکا په ځانګړي ډول باندې خپل انحصاري هیتې لکه د لاتینی امریکا کې هیڅ هیواد خپل ګټو پر وړاندې باندې خنډ د رامنځته کولو لپاره نه پرېږدي. با این حال قرار است امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل با حضور 15 عضو نشست را درباره چگونگی بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا برگزار کند. در همین حال آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به این رویداد گفته که اقدام نظامی امریکا در ونزوئلا یک نمونه خطرناک به شمار می رود و تاکید کرده که قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل باید رعایت شود. امریکا دا اقدام چې په ونزوئلا باندې حمله وکړه او دغه ولسمشر یې ونیو، د ټوله نړۍ په نړیوالو اصولو حقوق بندوال باندې موازین و منشور د ملل متحد، خپله اداره د ملل متحد، اعلامیې، کنوانسیونونه، قطعنامې په دې ټولو باندې بېاعتماده کړل. با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی اقدام امریکا در برابر ونزوئلا را خلاف قوانین بین المللی می‌دانند. امریکا دغه د پتیاره شپه کې هوایي بریدونه او د ونزوئلا ملي حاکمیت تر خپو لاندې کول دا به د امریکا څیره په نړیوال بیس کې او ټولو بشریت ته یو ځل بیا ظالمانه او جابرانه دیکتاتورانه معرفی کړه. این در حال است که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در 3 ماه روان در جریان یک عملیات نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده در کاراکاس بازداشت شد و سپس به شهر نیویورک ایالات متحده منتقل گردید، شهری که جدیدترین شهردارش این اقدام را جنگی و خلاف قوانین جهانی دانست. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبر این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد.